با گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درودها در خدمت شما هستیم با کامنت این هفته. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز کامنت و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. بله خب بابک، این همه آخوندها صحبت از دانش بنیان و فناوری و نانو و پایتون و این حرفا میکنن، تا حالا حرفی راجع به هوش مصنوعی نزدن. چجوری خبر چند روز نرسیده بیت؟ نه تو نشنیدی، اختیار داری. اون چنان حرف زدن از این ور هوش مصنوعی و چت جی پی تی رفتن از اون ور در اومدن. ببینیم پس با هم این فناوری‌های چت جی پی تی که اومده دیگه به این حد میرسه که میتونه خیلی از سوالاتو پاسخ جواب بده، اما سوالات عمومی تا سوالات مربوط به حوزه‌های تخصصی مثل جغرافیا، تاریخ اینها و حتی تا سوالات دینی. یعنی من خودم شخصا رفتم از چت جی پی تی راجع به شب قدر سوال کردم، شب قدر چیز خوبیه یا نه، هستش باور داشته باشیم یا نه. اولین چیزی گفت این یه اعتقاد شخصیه، شما طبق خودتون جواب کنید. مسلمان‌ها اینو تا حدی اعتقاد دارن. و سوالات بسیار دقیق. ممنون میشم جنبندی بفرمایید. چشم. شما حساب کنین جناب رئیس جمهور، 80 میلیون غلام که دست پرورده گوگل و آمازون و مایکروسافت تا چند سال آینده توی دست جامعه ایرانیه که اینها مونس و امین و همدم و معتمد تک تک ایرانی‌ها بشن. چه اتفاق عظیمی که ممکن تو کشور رخ بده. 80 میلیون غلام. من شک ندارم اینا اگه آخونده هر کدوم از بدبختی هاشونو به چت جی پی تی بدن یا کلا قفل میکنه یا اینکه شروع میکنه مسخره کردن. نه جمع میکنه بساطشو میگه با هم هوش طبیعی. اما تنها چیزی که اولین چیزی که من سر این کلیپ بگم، تنها جایی مونده بود که آخوندا با ادبیات لومپن و لومپن معابانه خودشون لجمال نکنن همین هوش مصنوعی بود که اینم کردن. اما یه نکته بگم سر کاربری هوش مصنوعی. درسته که هوش مصنوعیه ولی یه درصدی کار استفاده ازش هوش طبیعی میخواد که نزد آخوندا و پامنبریاش و مزدوراشون یافت نشود. برای چون آخوندا در راستای اقتصاد مقاومتی مخ و مغزشون آکبند گرفتن، آکبندم تحویل میدن. حد اکثر صرفه‌جویی اکثر اقتصاد مقاومتیه دیگه. تنها جایی که کامل اقتصاد مقاومتی رعایت میشه استفاده از مغزه. یه مدت بود که این اصلاحاتی‌ها و ریزشی‌های نظام و اینا مدام هی نق می‌زدن که آی رفراندوم بذاریم، همه پرسی بذاریم سر فلان موضوع سر، که اخیراً خامنه‌ای از اومد ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده بکنه. دقیقاً خامنه‌ای اومد آب پاکی ریخت دست همه‌شون، گفت آقا رفراندوم بی رفراندوم، اصلا صحبت این حرفا رو نداریم و اصلا مردم قدرت تحلیل مسائل رو ندارن. ببینیم با هم. یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ بله اینم از مردم سالاری ولایی که خامنه‌ای ازش دم میزه. اصلا مردم دیگه قدرت تحلیل مسئله مگه دارن اصلا؟ ببین از نظر خامنه‌ای، یعنی این معدود یکی از معدود جمله هایی که خامنه‌ای حقیقت رو گفته. از نظر خامنه‌ای اصلا مردم چیکارن که تحلیل کنن؟ اصلا مردم چیکارن که فکر کنن؟ اصلا از نظر خامنه‌ای مردم نباید فکر کنن. تازه مگه سر همین اصلاحاتی های نظام آخوند شیاد خاتمی نگفته بود که ولایت فقیه اراده منتسب به وحیه؟ دیگه چه جای رفراندوم همه پرسی میمونه؟ راستش من یاد اون جمله معروف ناصرالدین شاه میافتم که هر روز تو آینه کاخ خودش میدید میگفت انصافا همه چیزمون به همه چیزمون میاد. این نظام همه چیزش به همه چیزش میاد. رفراندوم همین که خامنه‌ای گفت. ببین از نظر خامنه‌ای مردم همون گاوگوساله‌های بسیجی هستن که میان دور و برش میشینن. همون امت همیشه در صحنه. ساندیس خورا. با ساندیس جمعشون میکنه. رأی هم همون عربده‌های اوناست. مهمترین کاری هم که در عرصه سیاسی دارن اینه که سر کله هم دیگه مثل میمون بپرن چفیه خامنه‌ای رو بگیرن، که البته این پیشرفته، چون قبلا آب دهن خامنه‌ای رو میگرفتن، الان چون کرونا اومده بهداشت رو رعایت میکنن، چیز کم آلوده تری رو میگیرن. چی بدم؟ به کدومتون بدم جریان؟ خب رسیدیم به بخش قطار سری و سیر پیشرفت آیتم همیشگی اقتصادی دستمونم پره سرش همیشه، که بابک
این بار باید بگم که به جاهای خوبی رسیده. برای اولین بار قرار شده یه چیزی به مردم بدن. احسن. ببینیم با هم. چی بوده که یه بار آخونده دست به جیب شدن؟ دولت من به نظرم باید اعتماد مردم رو جلب بکنه. شما اگه اعتماد مردم رو جلب کردید، یه اعلام بکنید بگی آقا هر کسی که در خانهش ارز داره بیاره بده، من در مقابلش ریال میدم و این ریاله در واقع ثباتی خواهد داشت. دیدی بابک؟ بله. میگه ریال رو به مردم بدیم، ارز رو جمع کنیم، ریال رو به مردم بدیم. کدوم ریال؟ مگه ریالی اصلا دست مردم مونده؟ عظما که با دانش بنیانش ریال رو تبدیل به پهن کرد. دلار هم اگه باشه دست مردم نیست، تو جیب آقازاده ها و پاسداراست. این چی هم که از پیشرفت گفتی پوچ در اومد، یعنی فیک بود. نمیشه حسابش نه کرد به فیک عنوان بود اصلا. پیشرفت. پیشرفت میخوای الان این عکسو ببین که این نمود پیشرفت قطار رئیسیه. نگاه کنیم این عکسو. این سبزعلی رضاییه که همون صحنه معروفشه که بله بله. فقط من اول یه توضیح بدم. هر جا این عکس این پاسدار سبزعلی رضایی رو می‌بینیم ما باید تو قسم و آیه بخونیم که بحثمون جدیه، چون هزل و ابتذال در این پاسدار نهادینه شده. اینجا سال 92 اینم میدونی که دکترای اقتصاد با تز پول و اسکناسه. سکان، ستون، محور اقتصاد رژیم محسوب میشه. این تو این عکس یه دونه سال 92 یه اسکناس 1000 تومانی دستشه که اون موقع ستاش میشد $1. سال 1400 همین کارکتر باز یه دونه اسکناس 1000 تومانی دستشه که این بار 23 تاش میشه $1. سال 1402 باز همین آدم با یه اسکناس 1000 تومانی میاد که این دفعه 50 تاش میشه $1. این پیشرفت نیست؟ یه کشور بگو که در عرض یه سال اسکناسه همون اسکناسه. اصلا شاهکار مثل شعبده بازو هستین. شاهکار قضیه همینه، بدون که اسکناسه تکون بخوره ارزش برابریش میره بالا. یعنی ببین یه کشور بگو که در عرض یه سال ارزش پول ملیش نصف شده باشه، این پیشرفت نیست چیه؟ تو پیشرفت همش اونوری میبینی، خب سری پیشرفت هم اینوریه دیگه. بله. خب بابک اون برگ قبلی ما رو که رد کردی گفتی فیک و این، حالا نظرت راجع به این یکی چیه؟ نوشته اطلاعات رسیده نشان میدهد که قیمت قبر هم 150% گران شده. راستش آدم وقتی تحت حاکمیت آخوندا زندگی میکنه مجبوره به مشکلات آخرتش هم فکر کنه. یعنی هم تو این دنیا با بدبختی کلنجار میره، وقتی هم که تازه از این دنیا میره مشکلاتش و چالشاش روبرو میشه. آخه همه دنیا گورستان اسمش آرامستانه دیگه، آدم میره اونجا آرامش داشته، از نحوست وجود آخوندا تازه اونجا مشکلات و چالش‌ها شروع میشه. 150%. خیلیه دیگه. حالا من یه سوال دارم، اگه یکی اومد پول قبر نداشت، پول عوارض بعد از مرگ که آخوندا میگیرن نداشت، چیکار باید بکنه؟ دیگه اینو باید بره از اون 150 اون 80 میلیون غلام بپرسه دیگه تو هوش مصنوعی. ولی واقعا آخوندا تو تاکتیک رو دست ندارن. تنها راه خروجی رو اومدن بستن عوارض میگیرن دیگه. یه راه خروجی بود گفتیم اونجا بری دیگه، میری تو آرامش، اونجا هم بستن از عوارض، همونم ازش دارن، همونم ازت دریغ کرد. بابا یه 2-3 تا غذای لاکچری نام ببر. لاکچری منظور لوکسه؟ آره دیگه، مثلا غذای گرون قیمته. من غذای لاکچری نخوردم. من ماکسیمم لاکچری ترین غذایی که خوردم اشکناس لاکچری محسوب میشه. خب من اونو خوردم. ولی اینجوری که تو با حرارت میگی منظور اشکنه نیست، کباب فیله و بوقلمون شکمپوره. نه اینا رو من تا حالا نه اینا که قدیمی شده، اینا که قبلا لاکچری بود. الان چی لاکچری؟ الان کله پاچه خودمون یک غذای لاکچری به حساب میاد. بفرمایید کله پاچه یک دست 700,000 تومان. فقط مهران این به گوش گوسفندان نرسه، چون اگه بفهمن کله پاچه‌شون انقدر ارزش داره خودشون بیزینس می‌ذارن، طباخی راه میندازن دیگه، نمی‌ذارن آدم‌ها بیان کله پاچه‌شون رو بسپرن. من تازه فهمیدم که این مسئله چه تأثیری تو رژیم داشته. این کلیپو نگاه کن. بله. تو مسابقه گاو جایزه دادن.
خب تو از خودت الان گفتی چیزی که کله پاشش 700,000 تومانه چیزی کم ارزشه، بیا مدال طلا بدن چه ارزشی داره؟ اصلا این نشون میده که چقدر جایگاه داره این حیوان. تازه اگرم گاو نداشته باشن عین داروخونه‌ها که میرید دارو اصلی نداره مشابه میدن، یه چیزی مشابه گاو میدن مثل گاو میش، مثل علم الهدی رو میان تحویلت میدن. گفتی علم الهدی، خوب این خبر رو هم با هم ببینیم. جدیدترین ادعاش پدرزن رئیسی جلاد و امام جمعه خامنه‌ای گفته در جوانی پیس تئاتر می نوشتم. عجب فرمونی گرفته. اون همه فتاوی سرکوبگرانه سر حجاب و لغو کنسرت و فیلترینگ تلگرام یه دفعه در اومد که پیس می نوشته. حالا تازه من فهمیدم چرا خمینی از فیلم گاو، فقط هم اون پرسوناژ گاوش خوشش میاد. گفت همه فیلم‌ها کنار، من فقط از این گاو خوشم. احتمالاً این پیس های این گاو میشه میخونده که اونقدر به شخصیت گاو علاقه‌مند شده. والا حالا من پیس و این حرفا رو نمیدونم، اما از حق نگذریم تو جمعه بازار ولایت هر هفته کمدی استندآپ‌های خوبی اجرا میکنه. همون پیس های دوران جوونیش اجرا میکنه. واقعا این مارمولک بازی آخونده تمومی نداره. کرایه تاکسی رو میخوان 60% گرون کنن. حالا ببین چه داستانی راه انداختن. میگه اگر که مسیر شیبدار باشه 10% اضافه میشه به کرایه، اگر ترافیک باشه 25%، اگر آب و هوا نامساعد باشه 15%. یعنی تو میخوای سوار تاکسی بشی باید توضیح المسائل دستت بگیره، ورق بزنی ببین الان تو چه شرایطی هستی. تازه تو همه‌شو نگفتی، اضافه وزنم هست. اگه در حینی که تو تاکسی نشستی تو مبدا وزن چیزی بود، تو مقصد وزن اضافه شد با پول بدی. بعد اگه بد شانسی بیاری تو تاکسی نشستی هم وزن اضافه بشه، هم بارون بیاد، هم شیب داشته باشه، واویلاس غافلگیر میشی. خالی شده جیب. حالا یه موقع نگاه می‌کنی می‌بینی شیب رفتی پول تاکسی اضافه میشه نداری، باید پیاده شی بگی من بعد از شیب سوار میشم، یا بگی تو رو خدا یه جایی برو سرازیری که این شیبو خنثی کنه، یا اینکه اصلا از اول یعنی تو اون سربالایی یه پولی دادی بگی سرپایینی پیدا کنی که حساب بی حساب، یا اصلا از اول باید مسیر تو طوری طراحی کنی که همش سرازیری باشه، سربالایی نباشه. ببین آخونده میخوان کاری کنن که مردم بگن آقا تاکسی نخواستیم سوار شتر بشن. برگردیم به 14 قرن پیش. حالا من خلاصه کنم، الان تو میخوای بری سوار تاکسی بشی، انگار میخوای موشک شلیک کنی، باید همه عوامل بالستیک رو حساب کنی تا سوار تاکسی بشی، انقدر پیچیده شده. حالا من یه جوکی بگم سر این، میگن که یه هواپیمای مسافر اضافه داشت، بعد گفتن یک نفر صدا کردن گفتن یه سوال ازت میکنیم، سوال جواب ندی میندازیمت پایین تا هواپیما متعادل بشه. بعد یه جمله چینی گفتن ترجمه کن. گفت آقا یه دفعه بگو ما نمیخوام بندازی پایین دیگه، این چه سوال مسخره. خب بگو یه دفعه میخوام غارت کنیم جیبتون، یا 60% میخوام 60% فلان، بگو آقا میخوام غارت کنیم. بسیار خوب، رسیدیم به بخش پایانی و کامنت یک جمله‌ای. ببینیم با هم این تصویر رو. اول راجع به تولد این حقیر اصلا قابل اعتنا نیست، حادثه بسیار کم اهمیت و کوچکی است. و یه جمله. ببین اول مقدمه بگم، این هم از اون معدود جمله‌هایی بود که خامنه‌ای راست گفت، از دستش در رفت. مثل اون جمله‌ای بود که می‌کردنش تو خم درانش بیارن بکنن ولی فقیه، میگفت به حال اون ملتی باید خونگریست که من ولی فقیه باشم. این جمله هم مثل اون راست میگه. اصلاً حادثه، چون اینکه متولد نشد، تولدش حادثه بوده، حادثه تولد چنین موجودی مهم نیست، ولی مرگش تا دلت بخواد مهمه، همه رو خوشحال میکنه. مرگ خودشو نظامش، هر شب و هر روز میبینی مردم میگن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای. آقا قرار بود یه جمله بگی یا یه پاراگراف گفتی، این کامنت یه جمله چی شد؟ من قبل از خداحافظی یه جمله رو میگم، ببین تاریخ تولدت هیچ مهم نیست، ولی تاریخ مرگت و نظامت همه مردم ایران خوشحال میکنه. خدا نگهدار. بسیار عالی، خدا نگهدار همه شما.